سلام دوستان عزیزم. آموزش لیفتراج واسه امتحان دادن. افسر به نفر میگه برو بشین، نفر باید دستگاه از طرف شاگرد دستگاه دور بزنه، از عقب دستگاه بیاد سوار بشه، ناخونا رو اول از زمین بلند میکنه، اندازه 10-15 سانت تنظیم میکنه، بعد حرکت میکنه به طرف پالت، میره به طرف پالت، از بغل نگاه میکنه، به پایه پالت نباید بزنه، میره به پالت نباید ضربه بزنه، پالت میره، بعد 10 سانت مونده که بچسبه به پالت نگه میداره. اول دنده رو خلاص میکنه، بعد پالت بلند میکنی، بعد میچشی طرف سینه و بعد دنده عقب حرکت میکنی، با دست راستت عقب و دستگاه میگیری، عقبتو نگاه میکنی، دنده عقب میری عقب، یه زاویه 90 درجه رو دور میزنی، میری نگه میداره، وای میسته و بعد دندهشو عوض میکنه، دوباره میاد جلو، گوشه پالت به کله‌گندی ها که رسید نگه میداره، دنده خلاص، اول میاره پایین، پایه که به زمین خورد نگه میداره، بعد سینه رو میده به طرف جلو و بعد حرکت میکنه به طرف عقب، دنده عقب میره، اونجا نگه میداره، دنده خلاص، دکل درست، ناخونا رو میذاره زمین، عقب عقب از دستگاه پیاده میشه. وقتی که پیاده شدی نباید از جلوی دستگاه بیایم پیش افسر، باید از عقب دستگاه دوباره بریم پیش افسر. موقع جلو اومدن نباید به پالت ضربه بزنیم، 10 سانت مونده به پالت که ضربه بزنیم نگه میداریم، فاصله اینجا رو میگن، بعد بلند میکنیم، بعد میچشیم به طرف سینه و بعد حرکت میکنیم تا موقعی که از کله‌گندی ها رد نشدید جلو رو نگاه میکنیم، وقتی کله‌گندی ها رو رد شدید دنده عقب میریم، 1 متر مونده که آسفالت تموم بشه نگه میدارید، دنده رو عوض میکنید، بعد دوباره میایید یه زاویه 90 درجه رو دور میزنید، بعد از بغل نگاه میکنید، کله‌گندی جلو رو مستقیم میریم جلو، گوشه پالت رسید به کله‌گندی نگه میداریم، دنده خلاص، میاریم پایین، پایه اولی که نشست، بعد دکل رو میدن جلو، پایه دومی هم میشینه و بعد دنده عقب میرن عقب و نگه میداره، دنده خلاص، ناخونا درست، بعد میذاره زمین و از دستگاه پیاده میشه. دوستان عزیز وقت بخیر. تو ترکیه 400 میلیون پول واسه راننده ماشینالات راهسازی، فیلمکانیکی، لودر، بولدوزر، بکو میدن. بله میدن، ولی واسه راننده میدن دوست عزیز. الکی از اینجا بلند نشو برو یه کشور غریب، دستگاه از نزدیک چند بار دیدی، یه دوباره پیش رفیق سوار شدی، یکی نوشته تو ترکیه انقدر پول میدن، تو هم همینجا بلند میشی میری اونجا، این همه هزینه میکنی میری اونجا، طرف اونجا میگه برو بشین پشت دستگاه، میری میشینی پشت دستگاه، نمیتونی دستگاه ازش تکون بدی. وقتی یه چیزی بلد نیستی، نه آبروی خودتون رو ببری، نه خودتون رو مسخره عام بکنی. درسته همه به پول احتیاج دارن، ولی نه دیگه به این صورت. اول باید یاد بگیری، بلد باشی، چندین سال کار کنی، حرفه داشته باشی، بعد بری یه کشور غریب بگی آقا من راننده فیلمکانیکی هستم. نه اینکه پیش رفیق 2 بار 3 بار 2 پاکت 3 پاکت خاک برداشتی فکر میکنی تو ترکیه پول ریختن زمین. اونا از ما هم گشنه ترن، پول مفت به کسی نمیدن دوست عزیز.